حقیقت این داستان برای ما می آموزاند که چگونه با والدین خود برخورد و احترام کنیم. پسری نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و از پدر خود شکایت کرد. گفت: ای رسول خدا، پدرم بدون اجازه و مشورت من مال مرا خرج می کند. رسول الله این سخن پسر را شنیدند و پدر پسر را نزد خود خواستند. وقت پیرمرد از این سخن آگاه شد که پسرش از او نزد رسول خدا شکایت کرده، خیر از این کار پسر جگرخون و متأثر شد. در آن زمان میان اعراب شعرگویی زیاد رواج داشت. شعر با الفاظ نسبتاً سخت‌تر بود ولی چنین معنا میداد: ای پسرم، زمانی که تو پیدا شدی فهمیدم که روزهای زحمتکشی من آغاز شد. تو گریه می کردی، ما خواب نمی کردیم. تو غذا نمی خوردی، ما نیز غذا خوردن نمی توانستیم. تو آنگاه که مریض می شدی به هر در و به هر طبیب می بردمت تا باشد که علاجت شود. خدا ناخواسته تو را چیزی نشود و یا تو را از دست ندهیم. زمانی که گرمی می شد سخت به خاطر تو کار می کردم تا باشد سایه سرد را برایت مهیا کنم که گرمیت نکند. همین طور زمانی که سرد می شد سنگ می شکستم، گاهی بارهای سنگین را بر می داشتم تا تو گرم باشی و خنک نخوری. خلاصه به خاطر جوان شدن تو بسیار زحمت کشیدم، آنقدر که حالا کمر من از کمزوری و از ماندگی زیاد خم شد، ولی تو جوان و بلند شدی. سر من خزان طوفان کرد ولی تو مثل بهار گشتی. من خم شدم ولی تو راست شدی. باز هم آرزوی من برآورده شد، تو سرسبز و سربلند شدی. با خود گفتم بس حالا چند نفس باقی مانده عمر را زیر سایه تو نشسته بقیه زندگی را سپری می کنم. اما همین که جوان شدی رویه تو تغییر کرد. این طور معلوم می شود که گویا چشمان تو من را نمی بیند. تو چنان سخن می گویی که گویا سینه‌ام را پاره می کنی. من که تمام عمرم را برای تو زحمت کشیدم، حالا معلوم شد که من غلام و یا نوکر بیش برای تو نبودم. اما کسی با خدمتکارش نیز این چنین سخن نمی گوید، حتی غذای یک وقت برایش می دهد. خب تو نیز مرا چون خدمتکارت دانسته حداقل غذا بده. پیرمرد همین طور که شعر را بیان می کرد نگاهش به پیامبر خدا افتید. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر گریسته بودند که تمام ریش‌های مبارکشان تر گردیده بود. بعد از آن رسول خدا از جایشان بلند شدند و نزد پسر رفته و برایشان 3 بار این جمله را گفتند: تو و هر آنچه که تو داری از پدرت است. پس از این داستان می آموزیم که پدر و مادر از جایگاه بزرگی برخوردار است و نیکی بر آنها امری است قطعی. زمانی که ما برومند و قوی شدیم باید برای آنها خدمت کنیم و کاری نکنیم که آنها برنجند. خداوند بزرگ و مهربان می فرماید: پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسیدند با آنها اف مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو. سوره اسراء آیه 23. ما بهترین داستان‌ها
و پندها را برای شما عزیزان تهیه و ترتیب میکنیم. اگر از این ویدیو خوشتان آمد پس آن را برای دوستان خود شریک کنید تا در رساندن پیام نیک سهیم شوید و این چینل را سابسکرایب نمایید.